وقتی حرف از زن قوی ایرانی میزنیم دقیقا داریم از چی حرف میزنیم؟ زنی که تو ایران زندگی میکنه به خودی خود قوی هست، به افتخار خانوما. معضلات زن ایرانی یکی دوتا نیست. مثلا خود من یکیشو تجربه کردم. ما تازه ازدواج کرده بودیم، زوجای جوون بودیم، همزمان با هم ازدواج کرده بودیم، میرفتیم فروشگاه هایپرمارکت مثل همین پاساژ. بعد خب عرف دیگه، یه سریا میرن مرغ میخرن، مایحتاج میخرن، گوشت میخرن، دیگه خیلی بخوان فانتزیشو ببرن بالا میرن لباس میخرن. خانوم من از گرید 30 ته راه رو با یه چرخ بیبی چک میومد. چرا؟ چون 20% آف خورده بود. یعنی فوبیای بارداری که این زن داشت باعث شده بود ما تو خونمون صبح به صبح جای صابون با بیبی چک دستامون رو میشستیم. خود من غریبه که نیستین، یه بار تب 40 درجه داشتم، جای تبسنج بیبی چک گذاشت زیر زبونم. میخندین ولی مثبت بود. امیدوارم که از استندآپ کمدی این هفته لفیکن لذت برده باشید. لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا ما هم در ادامه راه قوی‌تر و بهتر در کنار شما باشیم.